به به داش مجید گل چه خبرها؟ به به آقای غرب پرست نژاد، یعنی عشق آمریکایی آقا قشنگ میپرست، یعنی نمونه خون تو بگیرن یو اس آی مثبته. آفرین اصلا میپرستن. بپرست تا جونت درات. من یه سوالی داشتم. بگو بپرس. جنگ غزه و لبنان با اسرائیل یا مثلا عراق و سوریه با داعش آخه اصلا چه ربطی به ایران داشت که خودش انداخت وسط شد نخداش؟ چرخیدی تو این لیستا قشنگ معلومه. هدف مشترک همه این جنگ ها ایران بوده. خود هیلاری کلینتون تو کتاب گزینه‌های دشوارش میگه جنگ تو سوریه و لبنان و لیبی به خوبی داشت پیش میرفت و قرار بود داعش اعلام موجودیت کنه و ما داعش رو به رسمیت بشناسیم. همون داعشی که سرکرده‌هاش چپ و راست ویدیو میدادن که ایران آماده باش ما داریم میایم و می‌خوایم ایران رو فتح کنیم، یا حتی تو بعضی از ویدیوها میگفتن ناموس ایرانی خودت رو آماده کن. حالا اگه اینا هم یادت رفته که هیچ. حالا من یه سوال از تو بپرسم راستی؟ بله بفهم. جنگ اوکراین و روسیه، جنگ هند و پاکستان، صدام و عراق، نزاع چین و تایوان، نزاع کره جنوبی و کره شمالی، اتفاقات ایران تو سال 98 و 88 و 401 چه ربطی به آمریکا داشته؟ اصلا آمریکا چیکاره بوده که تو همه این جنگ‌ها شرکت کرده؟ قدمت آمریکا دست بالا 400 ساله، 250 60 تا جنگ داشته، یعنی یه سال و نیم یه بار اینا جنگ کردن. البته هدف فکر کنم 100 تا جنگشون هم ایران بوده که تیرشون بدجور به سنگ خورده. چه ربطی به آمریکا داره که الان تو خاورمیانه 100 تا پایگاه داره؟ این حرفا همش بهانه است. آمریکا اگه میاد جای دخالت میکنه حداقل مردمش تو رفاهن. مشکل نداره، اقتصادشون عالیه. عشق و حال و آزادی آبادی. علی یه فیلم تظاهرات همین دیروز چیه؟ نه داداش فتوشاپ چیه؟ اوریجینال. اوریجینال تو شما عشق اوریجینال بازی این حرفا علی براش بذار تظاهرات مردم تو خیابونای نیویورک. اصلا چسبیده به کاخ سفید. اون بالا نگاه کن گوشه تصویر ببین کاخ سفید. خب حداقل میذارن اینا نمیدونن برای تشکر اومدن داد و بیداد میکنن. حداقل میذارن مردمشون اعتراض بکنن. میذارن خیلی هم احترام میذارن به معترضا. خیر سرشون. علی جان اون فیلمه که آقای ترامپ تو صفحه رسمیش صفحه شخصیش با هوش مصنوعی درست کرده، خودش خلبانه. دکمه میزنه مدفوع میریزه رو سر معترضا. آره حواست باشه مدفوع نریزه. آره چون از بالا میریزه رو سر معترض. فهمیدی؟ آقا اصلا اینا کار ندارن. اصلا عشق است بیبی و بابا نتانیاهو. اینا همه مغلطه اضافی. کاری به این چیزا ندارن. عشق بیبی شما خجالت هم نمیکشید. یعنی غرق شدید تو فضای مجازی. علی تصاویر کشورهای مختلف، یعنی شماها از اون مردم تو اتاوای کانادا و تورنتو و منچستر انگلیس و اینا تصاویرش داره پخش میشه. اصلا اینا رو بذار کنار. سئول رو ببین. لنگ کفششو یارو در آورده داره میزنه فرق سر بیبیتون. یعنی اوج نفرت. اما شماها آدم بشو نیستید. یعنی تو خودت رو دارم میگم. میبینی که منو آره داری میبینی قشنگ. از این گرازه کمتری. ببین گراز فهمید باید به کی حمله کنه. حمله کرده به اسرائیلیا. ولی تو نمیفهمی. نفهم. این سوال دیگه هم داشتم. ای بمیری چرا سوال میپرسی؟ زود باش تو کار دارم. علی این ویدیو رو کجا؟ علی داره. علی کلا ویدیو داره. علی ویدیو داره. آره داره میتونه پخش میکنه تا چشت درات. یا علی آقای دست شما غرب پرست نژاد بودی دیگه. بله یا علی خداحافظ برو وقت نداری. برو آره علی داره. یا علی.